وجدانترین آدما اون زن و مردایی هستن که آتشی به جونت میندازن، داغونت میکنن، کبابت میکنن، دغمرگت میکنن، اما داستان رو برای بقیه دقیقاً از جایی تعریف میکنن که تو دود از وجودت بلند شده و اینکه همش داری پرخاشگرانه رفتار میکنی و به این و اون میپری، اما دیگه از زخمایی که خودشون بهت زدن هیچی به بقیه نمیگن، فقط از فریادهات، از داد و هوارت برای بقیه میگن و تو رو میسپرن به قضاوت ظاهری مردم و خودشون میایستن یه گوشه و با قیافه مظلومی نگات میکنن. اینا خیلی پستن، اینا خیلی بی‌وجدان.